دوستان عزیز سلام. میخواستم بگم بنده نه موافق آقای پهلوی هستم نه مخالف ایشون، ولی به نظرم اعتراضات به حق مردم در واقع داره مصادره میشه به نفع یک سری افراد خاص و کاملا هم مشخصه. این وسط تنها کسانی که تاوان این بلند پروازی ها رو میدن ما مردم هستیم. من فقط اصلا با اسم کاری ندارم، میخوام کسی رو که قراره انتخاب بکنیم به دست خودمون باشه، آگاهانه انتخاب بکنیم، بدونیم که چی میخوایم و بر اساس خواسته هامون طرف رو بازخواست بکنیم، حتی دادگاهی بکنیم. کسی که میخوایم یه سری کارا رو برامون انجام بده باید ازش بخوایم، بازخواستش بکنیم، بپرسیم چی کار کردی چی کار نکردی، پاسخگو باید باشه. برای این که این کارها انجام بشه اول ما باید شفافیت رو داشته باشیم، باید خواسته شفافیت رو داشته باشیم که توی شفافیت نه برای یک سری افراد خاص، نه برای کاملا برای عموم مردم قابل ملاحظه و پیگیری باشه. بعد از شفافیت سیستم 3 حلقه‌ای انتخاب هست، تصمیم گیری، انتخاب و نظارت، که سیستم 3 حلقه‌ای که ما معرفی کردیم بر اساس مردم، متخصصان و مجریان قابل پیگیری، اندازه‌گیری و تصمیم گیری باشه. شبکه قارچی رو معرفی میکنیم، شبکه قارچی رو میخوایم، ما نظام جمهوری فدرال رو میخوایم. همه اینها خواسته های به حق مردمه که باید اجرا بشه. اگه شفافیت باشه مردم میتونن مچ افرادی رو بگیرن که دارن دزدی میکنن. مثل 3000 میلیارد به این سادگی فقط انداختین گردن یه نفر، اون 3000 میلیارد چجوری به خودش برده بدون اینکه به 4 نفر باج بده؟ همه اون افراد داخلن. چای دبش، نمیدونم فولاد مبارکه، نمیدونم هر کوفت و زهرماری که دزدی شده انداختن گردن یه نفر رفته. بقیه دزدا اینجان دستشون هم بازه، توی تاریکی، توی سایه، ولی مردم نمیتونن اونا رو بشناسن، ببینن، بفهمن کیه. بدون این پوستشون کنده است. از همین میترسن که شفافیت رو نمیذارن.